در جستجوی عواملی که باعث خشکی دریاچه ارومیه شده اند، از قله‌های بلند زاگرس تا مرکز دریاچه ارومیه سفر کردیم. مسئله مهم این بود که پس از احتساب میزان دبی رودخانه‌ها نزدیک به 60% آب رودخانه‌ها به دریا نمی‌رسند. اما اگر 40% باقی مانده به دریا برسد، بایستی میزان آب دریاچه با احتساب تبخیر آب در کمترین میزان آن در سال 1393 حدود 1.5 میلیارد متر مکعب باشد، در حالی که این میزان 530 میلیون متر مکعب یعنی 1/3 میزان محاسبه شده است. در هیچ مقاله‌ای پاسخ صحیحی به این سوال داده نمی شود: چرا آب دریاچه 1 میلیون متر مکعب کمتر شده است؟ در بیشترین حالت و گرمترین تابستان میزان تبخیر آب دریاچه به 200 میلیون متر مکعب نمی رسد. بنابراین ناچاریم به بستر خشک دریاچه قدم بگذاریم. شاید راز خشک شدن دریاچه در دل آن باشد. پل احداث شده بر روی دریاچه باعث قطع جریان گردش آب و گرم شدن بیش از حد دریاچه و تبخیر بیش از حد آب شده است. احداث 17 کیلومتر جاده و پر کردن 16 کیلومتر عرض دریاچه ارتباط شمال و جنوب آن را از بین برده و جریان جزر و مد را عقیم کرده است. قسمت عمیق و پرآب دریاچه در شمال آن واقع شده و ژرف‌ترین نقطه دریاچه 16 متر عمق داشته است. در این قسمت جزیره کوچکی به سان مشت از دل آب بیرون آمده است. آن سوتر ساحل کاظم‌داشی نیز در شمال دریاچه بسیار کم آب شده است. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که تمام آبهای جاری به سمت دریا رهنمون شوند، اول قسمت شمالی دریا پر می شود و سپس قسمت جنوبی آبگیری می شود. پس نقطه مطلوب باید در قسمت جنوبی و میان جزایر مشهور نهگانه قرار داشته باشد. برای بررسی بهترین نقطه برای ورود به مرکز دریاچه تلاش می‌کنیم از طریق بندر رحمانلو یا شرفخانه مسیر مناسبی پیدا کنیم. بندرها، اسکله‌ها و سواحل خشک شده جنوبی دوباره ما را به سمت جنوبی دریاچه برمیگرداند. از آخرین نقطه زرین رود 12 کیلومتر در میان نمکزار و لجنزار به میانه قسمت جنوبی دریاچه می‌رویم. هرچقدر بیشتر پیش می رویم، حالت باطلاقی دریا بیشتر شده و در نهایت زمین کاملا خشک و آهکی می شود و ما به پدیده جالبی می رسیم: چشمه‌های دریایی. چشمه‌هایی گود چون چاه عمیق. چاه‌های دریایی مابین جزایر اسپیدان و کبودان قرار گرفتند. نزدیک به 900 چاه دریایی در این منطقه قابل شمارش است. جایی که تاکنون پای بشری به آنجا نرسیده است. عمق این چاه‌ها از 4 تا 30 متر و گاهی بیشتر نیز میرسد. آب این چاه‌ها pH بالایی دارد که تا 6.7 میرسد. مزه آب سبز رنگ چاه‌های جوشان دریایی شور و تلخ است. بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داد آب این چاه‌ها حاوی میزان بالایی کلرید سدیم، منیزیم و سولفات سدیم است.
چاه‌های دریایی به خاطر برداشت بیرویه آب و حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در سواحل دریاچه مدام کمرمق‌تر شدند. آمار نشان می‌دهد سطح آب سفره‌های زیرزمینی در فلات ایران در 10 سال گذشته هر سال تا 6.5 متر کاهش و در کل حدود 65 متر کمتر شده است. برای درک این میزان کافی است بدانید در هر 10 سال در بهترین حالت بارشی این سطح تنها 1 متر افزایش می‌یابد و برای جبران این برداشت بیرویه 650 سال زمان لازم است. آب این چاه‌ها تأمین کننده بخش مهمی از آب‌های پایدار دریاچه ارومیه بوده است. اکنون می شود فهمید با خشک شدن این چاه‌ها کم شدن 1 میلیارد متر مکعب طبیعی است. دریاچه ارومیه به زبان ترکی ارمگölü خوانده می شود. اگر برای گل معادل فارسی مناسبی پیدا کنیم، گل به مفهوم جایی است که آب چشمه یا چشمه ها در آن جمع می شود و بیراه نیست که دریاچه ارومیه را محل جوشش آبها یا ارمگölü دانسته بودند. یکی از راه‌ها برای نجات دریاچه ارومیه پایان دادن به بهره برداری از چاه‌های عمیق و نیمه عمیق است. اگر این دریاچه با بارش باران و نزولات پر شود، با کاهش نزولات جوی دوباره خشک خواهد شد. تصاویر هوایی به خوبی این بحران را نشان می‌دهند. در ادامه سفر افزایش نزولات جوی از سال 1396 را بررسی می‌کنیم. در سالهای 1374 و 1375 دریاچه نیلی ارومیه به سرخی گرایید. دریاچه‌ای که نگین سرزمین آذربایجان بود، حالا چون دل خونین ایران شده است. میزان آب دریاچه در طول 12 سال به حدود 500 میلیون متر مکعب، یعنی حدود 1/24 میزان قبلی کاهش پیدا کرد و قسمت جنوبی به کویری نو مبدل شد. جزیره های دریاچه از حصار بیرون آمدند و حیات وحش حفاظت شده آن در معرض خطر قرار گرفت. تنها در قسمت مرکزی و شمال دریاچه حجم کمی آب باقی مانده بود. اکنون هر 5 بندر مهم دریاچه ارومیه کاملا خشک شده و جزیره اسلامی به خشکی پیوسته است. مساحت اصلی دریا 51876 کیلومتر مربع و بیشترین طول آن 140 کیلومتر و بیشترین پهنای آن 55 کیلومتر بود. بدترین خبر سال 1393 این بود که مرکز مطالعات آرتیمیا اعلام کرد آرتیمیای زنده تنها موجود 6مین دریاچه بزرگ شور جهان منقرض شده است. دریاچه ارومیه به لحاظ شوری آب دومین دریاچه جهان بود و آرتیمیای ارومیه که غذای پرندگان دریاچه بود حالا دیگر وجود نداشت. بررسی محققان برای علت سرخ شدن آب دریاچه نشان داد بالا رفتن دما و کاهش اکسیژن آب باعث رشد و تکثیر باکتری‌های پروکاریوت شده است. این باکتری‌ها به خاطر قرار گرفتن رنگیزه‌ها در سیتوپلاسم و نداشتن غشا نور خورشید را انعکاس می‌دهند. از سوی دیگر جلبک‌های سبز دونالیلا به خاطر شوری زیاد کاهش یافته و جلبک‌های دونالیلای سالینای قرمز افزایش یافتند. بنابراین 90% سرخی آب به باکتری‌های شورپسند و 10% به جلبک دونالیلا مربوط می‌شود.
متاسفانه افزایش این جلبک‌ها یکی از دلایل از بین رفتن آرتیمیا هاست. دریاچه کم کم بوی نیستی گرفته بود و آنچه بود نمک بود و سنگ‌های شوری که بر اسکله‌های خشک و ستون‌های پل نقش بسته بود. حالا دریاچه به خاطر رنگ قرمز و لجن‌هایی که گمان می‌رفت خواص درمانی داشته باشند مورد توجه قرار گرفته بود. در سال 1396 انتظار می‌رفت این دریاچه به سرخی نشسته از صفحه جغرافیا محو شود. از همان سال تلاش‌های گوناگونی از جمله باز کردن سدها، تغییر در سیستم آبیاری، کشاورزی، انتقال آب زرین رود به سیمین رود و انتقال 500 میلیون متر مکعب از آب رودخانه زاب از طریق یک تونل به دریاچه ارومیه روند خشک شدن دریاچه را متوقف کرد. سالیان گذشته در بهترین شرایط میزان آب دریاچه به 12 میلیارد متر مکعب می رسید که منجر به کشتیرانی بین بنادر نیز می شد. در سالهای 97 و 98 با افزایش نزولات جوی سطح تراز دریاچه ارومیه به میزان 1271 متر و 24 سانتی متر از سطح دریاهای آزاد رسید که برابر با سطح تراز آن در سال 1374 است. بارش برف و باران در سالهای اخیر به ویژه اسفند سال 1396 و سیل بهار 1397 به طرز معجزه آسایی بیش از 2 میلیارد متر مکعب به آب دریاچه اضافه کرد. خوشبختانه اکنون میزان آب دریا به 3 میلیارد و 160 میلیون متر مکعب رسیده است. بر اساس شواهدی که از طراحی‌های جهانگردان اروپایی به دست آمده است، دریاچه ارومیه در سال 1800 میلادی یعنی در حدود 222 سال پیش کاملاً خشک شده است. در یک طراحی با مداد بستر دریاچه کاملا خشک و در میانه آن راهی مارپیچ نیز دیده می شود. آنچه خشک شدن دریاچه را در شرایط امروز در مقایسه با گذشته بحرانی تر کرده است، علاوه بر بحران زیست محیطی، تهدیدی است که حدود 14 میلیون نفر ساکنان شمال غرب کشور را در معرض ریزگردها و طوفان نمک قرار خواهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی در صورت مساعد بودن نزولات جوی و افزایش آب رودخانه‌ها، رسیدن میزان آب دریاچه به 14 میلیارد متر مکعب با توجه به میزان برداشت از سدها و گرم شدن کره زمین به زمانی بسیار طولانی نیازمند است. بنابراین برای جبران مسئله، کارشناسان طرح انتقال آب از حوزه‌های دیگر آبریز را بررسی کردند. دو طرح انتقال آب از فاصله 157 کیلومتری شمال دریاچه ارومیه از دریاچه وان ترکیه و انتقال آب از 45 کیلومتری جنوب دریاچه از سد خاکی کانیسی به پیرانشهر آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت و طرح انتقال آب از کانیسی انتخاب شد.
مزیت انتقال آب از سد خاکی کانیسیب در 15 کیلومتری پیرانشهر بر سایر طرح‌ها عدم نیاز به پمپاژ آب بود که می توانست تراز آب دریاچه را تا 1272 متر از سطح دریا به وضعیت مطلوبی برساند. اما به این منظور نیاز به حفر یک تونل از زیر کوههای زاگرس به طول 36 کیلومتر بود که برای احیای دریاچه و تقویت آن عملی گردید. پروژه‌های انتقال آب و آزادسازی آب مخازن سدها قادر به حل همه مشکلات کاهش آب دریاچه نیست. از طرفی دیگر تراز آب دریاچه رابطه مستقیمی با میزان مصرف و برداشت آب از چاه‌های عمیق و سفره‌های زیرزمینی دارد. برای احیای مجدد دریاچه لازم بود الگوی کشت و آبیاری در حوزه آبگیر دریاچه ارومیه دچار تغییر شود. استفاده از شیوه آبیاری قطره‌ای و تغییر الگوی کشت از محصولات مختلف به گیاهان دارویی، زعفران و سایر گیاهایی که کمتر به آب نیاز دارند آغاز شده است. گرچه تغییر الگوی کشت به کندی پیش می رود، ولی تغییر شیوه آبیاری سرعت بیشتری دارد. همزمان با نهالکاری و بوته‌کاری در اطراف دریاچه، میزان کاهش ریزگردها کنترل شده و از شوری زمین‌های حاصلخیز اطراف دریاچه جلوگیری شده است. در دو استان آذربایجان غربی و شرقی، یا بهتر بگوییم در بخش مهمی از حوزه آبگیر دریاچه ارومیه، تعداد 122 سد وجود دارد. طرح مطالعاتی 85 سد در حال انجام و 24 سد در حال احداث است. در آینده‌ای نه چندان دور 231 سد در اطراف دریاچه ارومیه وجود خواهد داشت. در مسیر 60 رودخانه دائمی و فصلی به طور میانگین 4 سد احداث شده است. دست درازی انسان به طبیعت برای بهره برداری و منافع بیشتر کماکان آینده این دریاچه را تهدید می کند. سرزمینی که روزگارانی دراز سرزمین آبها بوده، در دل خود به جای نگینی آبی با زخمی بزرگ و سپید مواجه خواهد شد. سفر ما از سرچشمه‌های سرزمین آبها به گوشه و کنار آن نشان می‌دهد پارک ملی دریاچه ارومیه به جز طرح‌های اجرا شده به اقداماتی مهم و برنامه‌ریزی بلند مدت برای بقا نیاز دارد و انسان که بقای خود را از حیات رودخانه‌ها و دریاچه‌ها می‌گیرد، اگر تعلل کند حیات نسل آینده خود را در معرض خطر جدی قرار داده است. گاومیش‌ها، این حیوانات بومی سرزمین آبها، دوباره به تالاب‌ها و رودخانه‌ها سرازیر شدند. گاومیش‌ها علاقه وافری به مناطق پرآب دارند و هرچه دسترسی آنها به آب بیشتر باشد، میزان و غنای شیر پرچربشان افزایش می‌یابد. اکنون سرزمین آبها در جنوب آذربایجان غربی که از سال 1360 تا 1395 یک دوره خشکسالی 35 ساله را طی کرده، دوباره به سبزی گراییده است. تالاب‌های خشک و کم آب جانی دوباره گرفتند و بازگشت پرندگان مهاجر به ویژه درناها که سمبل شهر ارومیه هستند
دوباره آغاز شده است. کم شدن شوری آب دریاچه و محصور شدن دوباره جزیره‌های مهم دریاچه ارومیه امنیت حیات وحش را احیا کرده است. باران که میبارد تالاب‌ها جان میگیرند و در حاشیه تالاب‌ها فلامینگوها، کاکایی‌ها، مرغ سقا و انواع قاصانان به پرواز در میآیند. از سال 96 شاهد حضور پرندگان مهاجری که از سیبری به تالاب‌ها و جزایر دریاچه ارومیه می‌آیند هستیم. پرندگان در تالاب‌ها و جزایر تخم‌گذاری می‌کنند تا دوباره در میانه بهار با جوجه‌هایشان راهی سیبری شوند. شوق‌انگیز آنکه آرتمیای زنده که گفته میشد برای همیشه از بین رفته است، دوباره در دریاچه و تالاب‌های شور دیده می شود. آرتمیای دریاچه ارومیه با نام علمی ارومیا آرتمیا نوعی سخت پوست دریایی است که غذای پرندگان و ماهیان پرورشی است. با رسیدن میزان آب دریاچه به 1/4 دوران شکوه آن، در ساحل شمالی قایق‌هایی که کنار ساحل خشک رها شده بودند حالا دل به امواج دریا سپردند. زیباترین بخش شمالی دریاچه ارومیه یا سرزمین آبها ساحل فراخ و زیبایی است که به دشت شقایق یا لاله‌های کوهی معروف است. بزرگترین دریاچه داخلی ایران از سرخی به نیلی گراییده است و بار دیگر چنان نگین فیروزه‌ای بر پیشانی تاج ایران می درخشد. اگر بارش‌ها دوام یابد و طرح‌های احیای دریاچه ارومیه تکمیل شود، نه تنها دریاچه از خشکی نجات خواهد یافت، بلکه به موقعیت بزرگی برای کشتیرانی، صنعت گردشگری، پرورش طیور، کشت گیاهان دارویی، صنایع شیلات، قایقسازی و مسابقات آبی بدل خواهد شد. با استخراج نمک و انواع مواد معدنی نه تنها استانهای آذربایجان غربی و شرقی، بلکه برای اقتصاد و رونق زندگی و رفاه مردم ایران مؤثر خواهد بود. سفر ما که از چشمه کوچکی در کوههای 40 چشمه آغاز شده بود، در شمال دریاچه ارومیه پایان می‌پذیرد. اما سفر ما به طبیعت بکر و ناشناخته، حیات وحش، تاریخ، بناهای باستانی و رسوم و فرهنگ سرزمین آبها ادامه خواهد داشت.